بچه سلام، اینجا گمرک خرمشهریم. من ببخشید نمیتونم درست فیلم برداری بکنم چون اینجا واقعا فیلم برداری ممنوعه. میخواستم همین ماشینا رو نشونتون بدم. ببین چه نازنینایی اینجا دارن نابود میشن، دارن میپوسن. ببین مرسدس بنز S320 بسیار زیبا، مالیبو. ببینید تو رو خدا چجوری دارن ماشین رو نابود میشن. اینجوری ماشین رو عتیقه. اون قسمت بچه این ماشین ها خیلی سال اینجا خوابیدن، قدر خوابیدن که دیگه رنگشون اصلا چیزی به عنوان رنگ ندارن. اینا دیگه به آهن رسیدن. مثلا این کامera رو داریم میبینی که اصلا دیگه با آهن، اصلا دیگه هیچ آثر شده. بدنه رو ببینید، یا تماما کار مافیای خودروست که نمیذارن این ماشینا وارد کشورمون بشن. یه اسپورتیج نازنینی که دارین اینجا میبینین، کیای اسپورتیج، لوگوی جدید کیا داره نابود میشه، ولی این هنوز اونقدر نابود نشده. یه الانترا 2024 اینا هم قرار سرنوشتشون به سرنوشت اون ماشینا دوچار بشه. BMW 116 فرمون راست. این هم دیگه قشنگ داره خودشو، شرایط فیزیکیشو و ظاهریشو از دست میده. یه دونه کمری 2018 اینجاست که اینم نابود شده. بچه‌ها ببینید کمری 2018 برچسباش هنوز روش ها. ماشین 0 خشک. یه دونه اکستری هم اینجاست نابود. کمری 18. چرا اینو باید نشن؟ چرا واقعا چرا باید؟ برو خدا بیمه رو ببین، ماشین 0 خشک دیگه. اینو با چیکارش بکنی آخه؟